بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش ما در خصوص طراحی توپو با نرم افزار میکروماین هستش. اول نرم افزار را باز میکنیم. از قسمت فایل نیو را باز میکنیم. قبل از اینکه نرم افزار را باز کنیم داده ها را باید از نقشه بردار شرکت یا از کسی که لازم داریم بگیریم و تو فایل اکسل ثبت کنیم یا در فایل نوتپد. اگر در فایل نوتپد بود تو فایل اکسل ثبت کنیم. بعضی از دوستان میپرسن که حجم فایل ها خیلی زیاد میشه و ما نمیتونیم به وسیله موس آنها را انتخاب کنیم. یه ترفندی هست که در اینجا من به خدمت شما عرض میکنم. برای اینکه همه اینها را در یه جا انتخاب کنیم اول ببینیم چند تا نکته هست. 6537 از در این قسمت فرمول بهش میدیم A1 البته انگلیسی A1 شیفت دوتا نکته و قسمت سلول D آخر نکته 6537 رو بنویسیم و انتر بزنیم انتخاب میکنه. راحت به این راحتی کپی میکنیم و در سلول در یه شیت دیگری یا در هر جایی که لازم باشه اونو پست میکنیم. از قسمت فایل نیو را میزنیم. توپو را براش یه نام میدیم. من نام توپو تاریخ 99 مثلا 7 رو میدیم. اوکی رو میزنیم. تو قسمت اکسل که کپی کردیم اینجا البته 4 تا گزینه هستش: فایل نیم، تایپ و وید دسیمال. چند تا ببینیم اینجا چند تا گزینه بود. 4 تا گزینه برای ما لازم است. 4 تا از این قسمت ایجاد میکنیم. اول جوینت نکته هایی که به هم وصل میشن به این جوینت میگن. نکته X Y Z 5 تا شده اینا حذف میکنیم از اینجا. چون فایل های ما کلن قسمت اول اعداد هستش نیومریک رو میزنیم اینجا نیومریک و در اینجا چند تا هست چند رقمی هستش مثلا میزنیم 12 و انتخاب میکنه همشو. دسیمال اعداد اشاری تا چون که اعداد اشاری نداره 0 رو میزنیم. بعدش اینها تا 2 رقم اشار ثبت میکنیم. اوکی میزنیم، سیو میکنیم، میبندیم اینو. از ما میخواد که آیا در اینجا سیو بشه. یس رو میزنیم. تو اینجا
اون فایلی که تو اکسل یا نوتپد بود کپی میکنیم و در اینجا پیست میکنیم. برای اینکه در آخر ایرور نده آخر انسلال ها نگاه کنیم و اینها رو از اینجا حذف میکنیم، سیو رو میزنیم و در آخر توپ 99 7 در اینجا ذخیره شد. بریم ایجاد DTM، کردیت DTM، توپو از قسمت سروی 99 7 رو انتخاب میکنیم، زد رو انتخاب میکنیم و اینپوت هم فایل هایی که ساخته بودیم، اوتپوت فایل هایی که قراره اینجا ساخته بشه. یه نام، چون DTM هستش یه نامی در نیم یه نامی بهش میدیم، توپو 99 7. رنجش رو انتخاب نمی کنه، همون رنج میشه. دیسپلی ایکس رو انتخاب کنیم، اتوماتیک اینها خودش ثبت میکنه. اینجا از ما واسه چه خطهاش به صورت ضخیم یا درشت باشه ما نام را انتخاب میکنیم. البته در هر جای هلپ هستش که میتونیم از این کمک بگیریم. کلوز میزنیم، اپلای میکنیم، توپو 99 اکسس یس رو میزنیم. میبینیم که در اینجا استرینگ ساخته شد. در قسمت وای فریم DTM رو میزنیم، توپو 99 و 7 انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنیم. البته قبلا من اینو ساخته بودم، آماده کرده بودم و اینو تو اینجا ذخیره میکنیم. این رنج بندی رو الان بهتون توضیح میدم. از قسمت آخر رنج بندی، اول کالر، قسمت کالر F4 رو بزنی خودش میاد. زد مینیموم 1170 هستش تا زد ماکسیموم 12 و 30. میتونی رنج های دیگری بهش بدی. مثلا این رنج رو عوض کنیم آبی میشه. آبی البته هست، یک رنج دیگری هم بهش میدیم و سیوند کلوز رو بزنیم. رنج بندی رو از این قسمت انتخاب میکنیم. اگه یه تصویر توپوگرافی یا نقشه زمین شناسی باشه تو اینجا میاریم، بعدا اوکی رو بزنیم و اینجا رفرش کنیم. میبینیم که در اینجا رنج این توپوگرافی عوض شد. یا میخواهیم این را به صورت نقطه بندی نشون بدیم، همون قسمت 3D پوینت رو انتخاب میکنیم، اوکی رو بزنیم. میبینیم که به صورت نقطه‌ای نشون داد. یا به صورت لاین نشون بدیم، به صورت لاین نمایش داد. ما همون به صورت 3D انتخاب میکنیم و رنج بندی هم براش مشخص شد.
اینم مشخصات توپویی که ساخته ایم. بعدش مینیموم زد و ماکسیموم زد را از اینجا میتونیم انتخاب کنیم. x زمین y من z مشخصات x y z مینیموم و x y z ماکسیموم. از برای رنجبندی z ماکسیموم و z مینیموم لازم است که 1176 و 1229 از روی این انتخاب میکنیم.